حضرت مولوی روم در حق یک ایده از همون ادعاگرای علم و ادعاگرای پیشوایی یک نظم گفته است بسیار عالی. حضرت تأکید میکند موشک در کف مهاری اشتره، در ربود و شد روان او از میری. اشتر از چستی که با او شد روان، موش غره شد که هستم پهلوان. یک شتر نشسته بود است، یک موشک می آید از بند مهار شتر بدندان قپیده می کشد. شتر بسیار شتری چقام بود است، به اندک اشاره می خیسته است، حرکت می کرده است. شتری کاروانگرد به همون اندک کشیش موش شتر از جاش پرید خیسته، از قفای موش روانه شد تا رسیدند بر لب جوی بزرگ. کندرو گشتی ستوه هر شیر و گرگ، موش آنجا ایستاد و خوش گشت. مهاری شتر در دهان موش پیش پیش شتر قفا آمده است. یعنی در سر راه یک نهر کلان پیدا شد. موش وقتی آمدی تلخش کفید، اونجا خشک شد. موش آنجا ایستاد و خوش گشت. گفت اشتر ای رفیقی کوه و دشت، این توقف چیست حیرانی چرا؟ پا بینه مردانه اندر جو درآ. تو قلاووزی و پیشاهنگی من، در میان رحمه باشه تن مزن. وقتی که موش خشک شد در جا، شتر گفت ای موش چی ایستادی؟ و تو دعوای پیشوایی کرده استی، تو بندی مرا در دهنت گرفته پیش رفته استی. مادام که تو قلاووز و پیشاهنگ هستی نبس در میان راه، اینجا جای فکر نیست، پیش درو. گفت این آبی شگرف است عمیق، من همه ترسم ز غرقاب ای رفیق. موش گفت آبی کلان میترسم که غرق میشم. گفت اشتر تا ببینم حدی آب، پا درو بنهاد آن اشتر شتاب. گفت تا زانوست آب ای کورموش، از چی حیران گشتی و رفتی ز هوش؟ شتر گفت به او قد بتم. وقتی که داخل نهر شد، شتر به همین زانوهاش رسیدم. گفت ای کورموش او همه او چی نبود است تو زانو را می رسیده، تو چی تلخت کفیده است؟ پیش بدرو. گفت موری توست ما را اژدهاست، که ز زانو تا به زانو فرق هاست. گر تو را تا زانو است ای پرهنر، مرمر را 100 گز گذشته از فرقی سر. موش گفت زانوی خیلی به زانوی من برابر میکنی؟ او آبی که تو به زانوت میرسد مرا از بالای سرم 100 گز میگذره، غرق میکنم. گفت گستاخی مکن باری دیگر، تا نسوزد جسم جانت از شرر. تو میری با مثل خود موشان بکن، با شتر مرموش را نبود سخن. شتر گفت همون خیلتی است، جوانمر قطیق مثل خودت موشا سر بسر شو. ترا چی و با شتر سر بسر شیدن چی؟ انصتو را گوش کن خاموش باش. خداوند امر کرد و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. امر خدا را گوش کن، گپ نداری خاموش باش، گر زبان حق نداری گوش باش.